سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از آموزش زبان برنامه‌نویسی گولنگ. بچه ها، اول ویدیو بگم اگر که این ویدیو براتون مفید هست خیلی خوشحال میشم با لایک ها و سابسکرایبتون از من حمایت بکنید. این جلسه خیلی من فکر کردم که چجوری بخوام آی او رو بهتون بگم و باورتون نمیشه بارها فکر کردم به این داستان که چجوری توی چند دقیقه بخوام این رو توضیح بدم و واقعا اصلا نمیشه. خیلی بحث پیچیده و بزرگیه، به شدت بحث بزرگیه. اما برای شروع منی که دارم در واقع گولنگ میخوام کار بکنم و مثلا درگیر میشم با HTTP ها، مثلا ریکوست HTTP میزنم، بعد اونجا مثلا میاد از من یه نوع داده های خاصی مثلا به عنوان ورودی خروجی میخواد که بهش حالا میرسیم، یا جاهای دیگه که با آی او سر کار دارم هی همش گیج میزنم که خدایا من الان باید دقیقاً چی کار باید بکنم اونجا و چه اتفاقی داره اونجا میفته. برمیگرده بچه ها، این داستان برمیگرده به این مفهوم خیلی ساده توی کتابخونه آی او که الان میریم جلوتر با هم دیگه بهش میرسیم. بریم این رو فقط بهتون بگم که خیلی این مبحث مهمه و تو ساده ترین برنامه‌ای که شما نوشتید احتمالاً با این مبحث در واقع سر و کار داشتید ولی خودتون نمیدونستید. بریم ببینیم کجا. ببینید میخوام یه برنامه خیلی ساده بنویسم، خیلی ساده. println hello world. جذابیت کار رو داشته باشید. اینجا برای من چاپ کرده hello world. خب میدونستید که همین println هم داره از آی او در واقع استفاده میکنه؟ نه؟ خب بریم ببینیم که چجوری داره از آی او استفاده میکنه و بعد بریم ببینیم که اصلا آی او چی هست. println رو اگر باز بکنم خودش داره از fprintln استفاده میکنه و fprintln ورودیش یه چیزیه که از جنس io.writer هست و اگه وارد IO بشم، بله اینجا میتونید ببینید که همین println ساده هم داره از IO استفاده میکنه، از پکیج IO داره استفاده میکنه. حالا توی توی پکیج IO دو تا اینترفیس هست، دو تا قانون هست که هر چیزی که این دو تا قانون رو پیروی بکنه میتونیم بهش بگیم که اگر دو تا قانون دیگه، یه دونه رایتر یه دونه ریدر، اگر از قانون رایتر پیروی بکنه میتونیم بهش بگیم که یک رایتره، اگر از قانون ریدر پیروی بکنه میتونیم بهش بگیم یک ریدره. من اگر این رو یک سرچی اگر بتونم بکنم، کنسلش توی آی او اگر وارد بشم چی جوری میتونم پیدا بکنم؟ کنترل F ریدر، در واقع تو خود پکیج آی او باید وارد بشم و پیدا شد ریدر. ببینید دو تا قانون ریدر، قانون رایتر، در واقع اینترفیس ریدر و اینترفیس رایتر، که هر چیزی که این دوتا در واقع، یه دونه دیگه هم داریم کلوزر که کلوز رو پیاده سازی کرده که با این هم مواجه میشین. مثلا نیازه که یه استریم رو ببندید که از این استفاده میکنید. در همین حد حالا وقتی که رفتیم جلوتر تو ویدیوهای بعدی من هر جا به این مفهوم آی او رسیدم اونجا دوباره بهش توضیح میدم چون خیلی مهمه و نمیخوام تایم این ویدیو هم طولانی بشه. این دو قانون رو هر کسی پیاده سازی بکنه، در واقع اگر ریدر رو پیاده سازی بکنه میشه یک ریدر، رایتر رو پیاده سازی بکنه میشه یک رایتر. حالا رایتر چیه، ریدر چیه؟ رایتر کسی یا چیزیه که در واقع ما توی اون میتونیم بنویسیم. توی چی میتونین بنویسین؟ شما توی هر چیزی که بخواین بنویسین، در واقع توی اون چیزی که میخواین شما بنویسین، یه دیتایی رو بنویسین، باید یه رایتر باشه، باید قانون رایتر رو پیروی کرده باشه، باید متد رایت رو داشته باشه. و از هر جایی که شما میخواین دیتا بخونید،
میخواین یه دیتایی رو بخونید، ببینید که چی نوشته الان اونجا، چه اتفاق داره میفته توی اون، باید ریدر رو پیاده سازی کرده باشه که شما بتونید ازش بخونید. حالا چرا اینطوری مثلا اومدن سخت کردن داستان رو، بعد ورودی هر کدوم از اینا یه اسلایس از بایته؟ به خاطر چی بچه‌ها؟ به خاطر اینکه فقط یه ساده مثال میزنم و باز جلوتر بازترش میکنم. فرض بکنید که مثلا یه برنامه شما میخواید بنویسید که یه فایل CSV رو قرار بخونید و بیاید روش یک پردازشی رو انجام بدید. این فایل CSV هم فرض کنید 1 گیگابایت حجم داره و اون پلتفرمی هم که دارید توسعه میدید مثلا ممکنه 1000 تا یوزر همزمان داشته باشه. هر یوزری هم اگر بخواد کل این فایل CSV رو لود بکنه روی رم، نیاز به 1000 گیگ رم دارید که عملاً غیر ممکنه و اصلا نمیصرفه که همچین کاری بکنیم. پس میایم چی کار میکنیم؟ میایم از اونجایی که هر فایلی هر دیتایی مجموعه‌ای از یه سری بایت پشت سر همه، یعنی حتی این استرینگی که اینجا نوشتیم یه چند تا بایت پشت سر هم تشکیل این استرینگ رو داده. و شما اگر بیاین مثلا همینجا fmt.println بگیرید لن hello world رو، بهتون میگه که این hello world از 11 تا بایت تشکیل شده و اگه بشمارید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا بایت. ولی خب مثلا اگر شما بیاید کاراکترهای غیر از اسکی بخواید اینجا استفاده بکنید، میبینید که مثلا این الان 4 تاه، این استرینگ 4 کاراکتره ولی 8 بایت پشت سر هم، از یه سری بایت های پشت سر هم تشکیل شده. پس همه چیز در نهایت برمیگرده به چی؟ برمیگرده به بایت ها. این داستان بایتی که اینجا هست، چون همه چیز در نهایت برمیگرده به بایت. و برگردیم به همون مثال فایل CSV. خب نمیتونیم 1000 گیگ رم بذاریم که، پس میایم چی کار میکنیم؟ میایم این CSV چون تشکیل شده از یه سری بایت ها هست، میایم بایت به بایت این فایل CSV رو میخونیم، پردازشمون رو روش انجام میدیم و بعد ادامه میدیم به برنامه‌مون، ادامه میدیم و از اونجایی که دست ماست که چند بایت یا تک بایت اصلا بخوایم بخونیم و پردازش انجام بدیم، دیگه ما نیاز به رم خیلی زیادی نداریم برای اینکه کل این دیتا رو بخوایم بیاریم. حالا این یه راهش استفاده از اینه دیگه. مثلا توی مثلا یه مثالش فایل بود، مثال دیگهش مثلا درخواستای HTTP. تمام درخواستای HTTP که توی شبکه میخوره همشون، هر دیتایی که داره سمت ما میاد، مثلا یه درخواست میزنیم، مثلا میخوایم یه درخواست میزنم از یه API، میخوایم یه دیتایی رو بخونم، اون خود اون پروتکل HTTP داره در واقع ریسپانسی که داره به من برمیگردونه یه به صورت در واقع یک سری در واقع یه اسلایسی از بایت ها هست و در واقع یه استریم هست. نمیاد کل اون ریسپانس رو یک جا به هم بده و داره تیکه تیکه داره توی شبکه داره میفرسته. حالا ممکنه مثلا چون اون پکت هایی که داره میفرسته ممکنه کل دیتای من توی یه دونه پکت جا بشه و بیاد سمت من، ممکنه هم هستش که دیتام خیلی زیاد بشه و نیاز بشه تو پکت های خیلی بیشتری مثلا وارد بشه و کل اون پکت ها که دست من میرسه من میتونم ریسپانس هم رو داشته باشم. ولی خب حالا برگردیم به همین println که گفتم و ببینیم که این println چجوری داره کار میکنه و تو دلش چیا هست. که رفتیم تو دلش، بعد رسیدیم به I/O، بعد دیدیم که ریدر، اینترفیس ریدر و رایتر. خب این کجا استفاده شد؟ تو println یه چیزی داریم به اسم fprintln که یه OS std out میگیره. fprintln هم که داره میگه که آقا اون ورودی که داری به من میدی باید یه دونه I/O رایتر باشه دیگه، درسته؟ پس نتیجه میگیریم که آقا این std out ما یک رایتره. بعد گفتیم تعریف رایتر یعنی چی؟ رایتر جاییه که ما میتونیم بنویسیم توش دیگه. حالا چی رو میخوام توش بنویسم؟
این هر چیزی که اینجا گذاشتم و میخوام توش بنویسم. اوکی، هر چیزی که اینجا قرار دادم رو میتونم توش بنویسم. پس من میتونم به جای println از fprintln استفاده کنم. بله من میتونم از fprintln استفاده بکنم. من fmt.fprintln رو میزنم و اینجا توی این دیتایی که دارم، حالا این hello world رو میخوام توی std out برای من قرار بده. همونجور که میبینید این رو برای من قرار داد. آقا اینجا از من یه دونه چیز میگیره دیگه، رایتر میگیره دیگه. میتونم هر رایتری رو بهش بدم، هر کسی که مثلا رایتر رو پیاده سازی کرده بهش اینجا بدم. آره میتونیم بدیم. مثلا ما توی پکیج بایتس یه چیزی داریم، bytes.buffer. من یه بایتس بافر بسازم، اسمشو میذارم b و نیو میگیرم از این بایتس بافره. خود بایتس بافر اگه نگاه بکنید اومده رایت رو نوشته، یعنی در واقع قانون رایتر بودن رو رعایت کرده. پس bytes.buffer یک رایتر هست چون متد رایت رو پیاده سازی کرده. متدهای دیگه هم پیاده سازی کرده، مثلا رید رو هم پیاده سازی کرده. پس یک ریدر هم هست، مثلا بایتس بافر هر جایی که من یک ریدر نیاز داشته باشم، یعنی یک جایی که بخوام ازش بخونم یا یک جایی که بخوام داخلش بنویسم، میتونم از بایتس بافر بچه استفاده بکنم. من میتونم b اینجا قرار بدم. بله من میتونم b اینجا قرار بدم و الان دیگه fprintln تو خروجی دیگه چیزی چاپ نکرد. چرا؟ چون این hello world این دیتا رو اومد ریخت توی این b. خب حالا این b رو من میخوام بریزمش توی، در واقع بریزمش توی خروجی، بریزمش توی std out که چاپ بشه. باید چی کار بکنم؟ دوباره توی کتابخونه IO، توی پکیج IO در واقع یک سری متدهای خیلی باحالی هست که شما میتونید برید بخونید، از چت جی پی تی استفاده بکنید، میتونید ازش بپرسید که این تمام این متدها رو بهتون توضیح بده یا اینکه برید داکیومنتش رو بخونید. مثلا شما میتونید از کپی استفاده کنید که کپی چی کار میکنه؟ کپی خب اینجا توضیح داده چی کار میکنه. 2 تا پارامتر ورودی میگیره و 2 تا هم خروجی داره که میگه که خروجیش یه دونه اروره، خروجی دومش، خروجی اولش هم که میگه که چند بایت رو تونسته در واقع بنویسه که یه عدد تعداد بایت هایی که تونسته بنویسه. که حالا خروجی میگیره. خروجی رو من میتونم اینجا چی بهش بدم؟ من میخوام توی چی بنویسم، در واقع رایتر من چیه، تو کجا میخوام بنویسم. بچه یه اشتباهی هم که ممکنه به وجود بیاد اینجا تو بحث رایتر و ریدر اینه که رایتر یعنی کسی که مینویسه، ولی توی گولنگ اینجوریه، رایتر کسیه که ما توش مینویسیم و ریدر چیزیه که ما از توش میخونیم. نه اینکه ریدر چیزی باشه که خودش میخونه. ریدر چیزیه که ما از توش میخونیم و رایتر چیزیه که ما توش مینویسیم. چند بار این جمله رو بر خودتون تکرار بکنید تا توی ذهنتون بمونه این داستان. من میتونم اینجا بیام os.std out رو قرار بدم و برای سورسش هم میتونم این b رو اینجا قرار بدم. همین b که اینجا بافری که گفتم ریدر رو هم تو دل خودش پیاده سازی کرده. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. hello world کپی شد در واقع، از اینجا ریخته شد توی اینجا. بچه‌ها الان دیدید که توی ساده ترین در واقع برنامه‌ای که ما میتونیم بنویسیم یک hello world ساده اومده داره از IO استفاده میکنه و چقدر مهمه توی گولنگ دونستن و بلد بودن این مبحث. خب بچه امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور هست خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو هم حتما سابسکرایب داشته باشید که این داستان ادامه دارد.